بزرگترین هدیه هواداران میلان به مانند داستان‌های کریستوفر نولان که هیچگاه فراموش شدنی نیستن، میتونه به اندازه توانایی در یک شاهکار نقاشی‌های او شما را بدون هیچ توضیحی تحت تاثیر قرار بدن. در فوتبال پر افتخار ایتالیا، ورزشگاه سنسیرو صحنه مهمی به شمار میاد. در این سالا سنسیرو میزبان گروهی از مشهورترین بازیکنان جهان بوده. در میان اونها یه نفر چهره برجسته‌ای محسوب میشه. بازیکنان کمی میتونن مدعی بشن که در 3 دهه تونستن در بالاترین سقف بازی کنن. او یکی از بزرگترین مدافعان تاریخ فوتبال به حساب میاد. قصه این مرد افسانه‌ای ما از جای شروع میشه که دارای پدری بود که عاشق میلان بود و همین باعث شد که او پدرش رو الگوی خودش قرار بده تا به نماد باشگاه میلان تبدیل بشه. همکنون در حال گذر از روی پرده شماره 3 هستیم که این عدد در دنیای میلان تنها یک نمود داره. صحبت از میلان و پائولو مالدینی، آقای کاپیتان. این چزارو مالدینی پدر منه. اینم پائولو پسر منه. پائولو مالدینی در سال 1968 در میلان به دنیا اومد و در تقدیر او نوشته شده بود که بازیکن فوتبال بشه. پدرش چزاره در همون زمان یکی از اسطوره‌های میلان بود و در سال 1963 با روسنری قهرمان اروپا شده بود. خب پائولو قراره راجبش صحبت کنیم، راجب میلان دیگه نه؟ قطعا همینطوره، قرار راجب میلان حرف بزنیم. پائولو یادت میاد که بچه بودی خواستی تصمیم بگیری که کجا بازی کنی و میخواستی دروازه‌بان باشی و من گفتم دوست ندارم که دروازه‌بان باشی ولی تصمیم با خودته؟ آره یادمه که میخواستم گلر باشم، اما وقتی که وارد مدرسه فوتبال شدم اونا منو توی پستی بازی گرفتن که بازیکن نداشتن. یه مقدار استرس داشتم اما تونستم نظرشون رو جلب کنم. همون شد که دیگه برای همیشه از پست دروازه‌بانی خارج شدم. مدتی گذشت و من به کارم ادامه دادم. سخت تلاش میکردم. تو تیم جوانان بازی‌های خوبی انجام دادم که سرانجام نظر تیم اصلی رو جلب کردم و منو به تیم دعوت کردن و حالا قرار بود که در سری آ بازی کنم و این یعنی باید خودم رو برای بازی در بالاترین سطح آماده میکردم. پائولو انقدر خوب بود که سعی رفت دید رسانه‌ها تمام روزنامه از اون مینوشتن. او قرار بود اولین بازی خودش رو برای میلان انجام بده. مرحله بعد برای پائولو کشف سنسیرو بود. نمیشه بی توجه از این روز گذشت، زیرا بر کوه راشمور میلان نمیشه چهره پائولو مالدینی رو ندید. 20 ژانویه 1985 و در 16 سالگی آغاز نوشتن اولین سطرهای افسانه پائولو مالدینی بود. او با این کار زمینه ساز یکی از طولانی ترین همکاری‌های فوتبال جهان شد. پائولو جوان یه فوتبالیست بود. شما میتونستید ببینید که او کیفیت فوق‌العاده‌ای داشت. همینطور که الان میتونید ببینید
فیزیک استثنایی داشت. بنابراین ما به عنوان یک خانواده فکر کردیم که او شانس تبدیل شدن به یه فوتبالیست رو داره و همینطور هم اتفاق افتاد. پائولو 12 سالش بود که تمرین کردن با نوجوانان میلان شروع کرد. اون فیزیک بدنی فوق‌العاده‌ای داشت و خیلی سریع و قدرتمند بود. یه سری فکر می‌کردن پائولو چپ پاه، ولی در واقع اون یه راست پا بود و به خاطر بازی در سمت چپ تونست به همون خوبی از پای چپش هم استفاده کنه. بسیار ساده، وقتی از پائولو مالدینی صحبت میکنید، او کسی بود که نمیشه موقع بازی با توپ او رو تجزیه کرد. جسم، روح و ذهن او در پی هدف واحدی بود و او این چنین تاریخ میلان، ایتالیا و فوتبال رو نوشت. مالدینی تمام اینها بود و البته که تمام این ماجرا از بعد از دور سرد اودینه آغاز شد. یه حس عجیبی داشتم. استرس و ترس با هم آمیخته شده بود. فکر میکنم این ترس به خاطر این بود که برای بازی کردن در چنین سطحی باید خیلی از نظر فنی آماده باشی. چند دقیقه از بازی گذشته بود که برای اولین بار توپ به من رسید و من اونو با یه پاس به عقب به دروازه‌بان دادم و اونجا بود که باور کردم دارم در سری آ بازی میکنم. نه من اونجا نبودم، چون برای بازی تیم بزرگسال ایتالیا در میلان بودم. بعد از اولین صحبتم با بازیکن‌ها اونجا رو ترک کردم. هنگامی که تو ماشین بودم شنیدم که در نیمه دوم مالدینی به زمین خواهد اومد. وای خدای من، مالدینی به زمین میاد. از اون زمان بود که هر چیز مربوط به پائولو رو از اول تا آخر دنبال کردم. 20 ژانویه 85 رو نباید فراموش کرد، زیرا فراموش کردن اون تاریخ به معنای طرد شدن شایستگی هدیه روسنلیاست و این آغاز پائولو با این استادیوم بود که یک ربع قرن طول کشید و البته که او همراه خوبی هم داشت و در کنار فرانکو بارزی افسانه‌ای بازی می‌کرد. اون خیلی جوان بود و من سعی می‌کردم اون رو نصیحتش کنم، ولی در واقع اون نیازی به نصیحت نداشت. اون در همون سن هم بازیکن بزرگی بود. اون قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای داشت. در دوهای 10، 50 و 60 متری همیشه سریعتر از بقیه بود. اون آمادگی بدنی یه ورزشکار رو داشت، نه یه بازیکن ساده فوتبال. اون روش بازی منحصر به فردی داشت. اون تمام طول زمین رو طی می‌کرد تا توپو بگیره و برای گلزن تیم بفرسته. اون یه همتیمی فوق‌العاده بود و روحیه تیمی بالایی داشت. استعداد، هوش و تکنیک بالایی داشت. اون یه بازیکن کامل و عالی بود. در سال 86 که میلان در آستانه ورشکستگی بود، برلوسکونی در رأس این باشگاه قرار گرفت و هدفش رو تبدیل میلان به بهترین باشگاه جهان قرار داد. یه سال بعد آریگو ساکی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. مربی قبلی آقای لیدهول بیشتر روی کار بدنی تمرکز داشت تا ذهن بازیکنان. ساکی به ما یاد داد که کاملا تمرکز داشته باشیم و بیوقفه به فوتبال فکر کنیم. این موضوع استرس زیادی به ما وارد می‌کرد. همه دنیای فوتبال به این تیم حسادت می‌کردند و این از موارد نادر بود که فقط مهاجمان این تیم زیر ذره‌بین نبودند. همچنان که پائولو خود را به عنوان بازیکن ثابت روسنلی تصدیق می‌کرد، او در خط دفاع به یکی از اعضای حیاتی و ارکان اصلی باشگاه میلان در کنار تاسوتی، کاستاکورتا و بارزی تبدیل شد. قطعاً اونا قوی‌ترین و متحدترین دفاعایی بودن که من با اونا بازی کردم. اونا مدافعانی بودن که هر مربی آرزوی داشتنشونو داشت. این 4 مدافع بسیار کامل بودن و به نظر میرسید هیچ وقت دوچار اشتباه نمیشن. با چنین تیمی موفقیت تضمین شده بود. پائولو اولین بار مزه قهرمانی رو با فتح اسکودتو در سال 88 چشید. او در حالی که هنوز 20 ساله نشده بود نامش رو در تاریخ باشگاه میلان ثبت کرد. او همیشه طوری مدیریت میکرد که قبل از بازی همه چیز تحت کنترل باشه. او هیچ وقت مضطرب یا عجول نبود و همیشه به خودش اطمینان داشت. میلان 20 سال بود که در یک فینال اروپایی بازی نکرده بود، ولی پائولو حاضر بود که اولین چالش فینال اروپایی خودش رو تجربه کنه. آخرین مانع اونا در راه قهرمانی تیم رومانیایی استاوا بوخارست بود.
در اون فینال ما در بارسلون بازی می‌کردیم، در یک ورزشگاه فوق‌العاده که تقریباً تمام اون رو تماشاچیان میلان پر کرده بودن. این قهرمانی با 2 گل بازیکن هلندی آغاز شد، رود گولیت و مارکو فان باستن. میلان نه تنها بهترین مدافعان جهان رو داشت، بلکه در خط حمله هم از 2 نابغه هلندی هم بهره می‌برد. اونا بیشتر از بازیکنان معمول ایتالیا ایده توتال فوتبال رو داشتن و برای اونا به نوعی سنت بود. اونا نه تنها به ما بازیکن‌ها بلکه به ساکی هم توصیه‌هایی می‌کردن. این پیروزی اسم میلان رو دوباره به عنوان قهرمان اروپا مطرح کرد. رویای برلوسکونی تبدیل به واقعیت شد. میلان حالا تبدیل به قدرتی بی‌بدیل در اروپا شده بود. روسانی در مسیر قهرمانی حرکت می‌کرد و اونا سال بعد برای دفاع از عنوان قهرمانیشون مقابل بنفیکا به وین رفتن. بنفیکا تیم فوق‌العاده بود با بازیکنان بزرگ خارجی و ما بسیار خسته به اون بازی رسیدیم. ولی برخلاف این میلان با گل رایکارد باز هم افتخار آفرینی کرد و دوباره به جام رسید. این چیزی بود که هیچ باشگاهی تاکنون موفق نشد از عنوان قهرمانی خودش دفاع کنه. پیروزی‌های میلان همچنان ادامه داشت. کاپلو هدایت تیم رو بر عهده گرفت که تونست در 5 سال به 4 قهرمانی برسه و رکورد 58 بازی بدون شکست رو تثبیت کنه. پائولو یکی از اعضای این تیم بدون شکست بود. مالدینی در کنار این تیم تونست در سال 94 چهارمین فینال اروپایی رو تجربه کنه، ولی این بار کاستاگورتا و بارزی غایب بودن و میلان در مقابل بارسلونا قرار می‌گرفت که مربیش یوهان کرایوف بود. ما می‌خواستیم به اون چیزی که می‌خوایم برسیم و تمرکز و یکدلی بازیکن‌ها تو اون روزها بی‌نظیر بود. مشخص شد که این تمرکز نتیجه بخش بوده و اونها بارسلونا رو با نتیجه 4-0 شکست دادن. ما با کلی تردید وارد زمین شدیم، ولی وقتی بازی شروع شد فکر کنم بهترین فینالی بود که در اون بازی کردیم. اون بازی مقابل بارسلونا خارق‌العاده بود و بازی که ما انجام دادیم بهترین فینال بود. وقتی که با پائولو آشنا شدم میدونستم که قراره با شخصی زندگی کنم که تمام زندگی فوتباله. با این مسئله مشکلی نداشتم. اگر از خودشم بپرسید همینو میگه. آره، فقط بعضی وقتا قور میزد. نه شوخی میکنم. اون عالی بود. وقتی میدید که از چیزی ناراحتم میومد و میگفت چی شده عزیزم به من بگو. مهربون بود. خیلی هم خوش سلیقه بود. اون خونه رو به سلیقه من طراحی کرده بود، در حالی که من اصلا خبر نداشتم. تمام دیوارا رو از طرحی استفاده کرده بود که میدونست من خیلی دوست دارم. وقتی که دیدم گفتم وای این عالیه، درست مثل انتخاب همسرت. خیلی سلیقه خوبی داری، واقعا همیشه همینطوری بوده. ناکامی در فینال سالهای 93 و 95 در یادها باقی مونده بود و در فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 2003 نوبت به 2 باشگاه بزرگ ایتالیایی رسید تا به مسافه هم برن. اوه چه خاطره دوست داشتنی. منچستر بسیار فوق‌العاده بود. تقدیم به دوستانم. میگن یک عکس حاوی هزاران کلمه است، ولی میلانی‌ها راجع به اسطوره‌شون چی میگن؟ He's part of. No, not part of. He is the history of Milan. Even if I support Inter and he played for Milan, I have to recognise that he and his father were both great players. He's a reference point, not just in football, but in life. A gentleman.
Maldini was phenomenal for Milan and for all Italian football. Let's hope he always stays close to Milan, that it creates a legacy with his kids, grandchildren, everything. He'll always stay in our hearts, not just as a fan, but also as a man. I say, Paolo Maldini, thank you for everything you did in the colours of Milan. مشخصه که مردم میلان اونو ستایش میکنن و دلیلش در ادامه نشون داده میشه، همونطوری که قبلا به موفقیت‌های اخیر پائولو نگاهی انداختیم. به نظرم او تمام مشخصهای لازم برای کاپیتان شدن رو داشت، چون که از طرف تیم بسیار مورد احترام بود و کاریزما و شخصیت بالایی داشت. سرنوشت فینال به ضربات پنالتی کشیده شد و مالدینی 40 سال بعد از پدرش دوباره موفق شد قهرمان اروپا بشه. خاطره خیلی خاصیه، چون پدرم اولین ایتالیایی بود که اون جام رو برده بود. این جامو در ویملی برده بود و ما هم در منچستر. من شب قبل از بازی رو یادمه، برای پائولو 4مین یا 5مین فینال بود. ما می‌دیدیم که حتی اونم دچار استرس شده و ما به این فکر می‌کردیم که اون اگه مضطرب باشه فردا که ما وارد زمین میشیم چه اتفاقی میفته. ولی وقتی همه با هم جشن گرفتیم همه چی درست شد. اون سال کل تیم خوب کار کردن و به نظر من تو مدتی که من در میلان بودم این فصل بهترین فصل پائولو بود. موفقیت‌های پائولو 2 سال بعد هم محقق شد و میلان فرصت پیدا کرد که با شکست لیورپول باز هم در صحنه اروپا بدرخشه. پائولو رکورد سریع‌ترین گل در اروپا را شکست، اما در فینالی که با اشک به اتمام رسید. ما فکر می‌کردیم که این آخرین شانس ما برای حضور توی یک فینال لیگ قهرمانانه و همه چیز برای پایان دادن فوتبال ما مهیا شده بود، اما اینطور پیش نرفت. او رکورد سریع‌ترین گل تو فینال چمپیونز لیگ به ثبت رسوند و این تنها رکوردی بود که بهش نرسیده بود. او قبلش تمام رکوردها رو به دست آورده بود. من هم موقعی که گل زدم فهمیدم این کار میلنگه. به نظر اصلا فوق‌العاده‌ای میومد ولی در آخر فاجعه شد. چیزی مثل اون رو تجربه نکردم. حتی الان که بهش فکر میکنم میخوام گریه کنم. اگه ما 1000 بار دیگه هم اون بازی رو انجام بدیم بازم وقتی 3-0 جلوییم بازی رو نخواهیم باخت. وقتی بازی تمام میشد با هم قرار میذاشتیم تا توی یه رستوران غذا بخوریم، ولی ما نمیدونستیم پائولو کجاست. ولی بعد پائولو رو با بقیه تیم تو هتل پیدا کردیم و یه چیزی خوردیم. اما وقتی بهشون نگاه میکردی میتونستی ببینی که چقدر آشفتن. راستشو بگم فکر نمی کنم کسایی که تو فینال شرکت کردن تا 2 ماه بعد تونسته باشن خوب بخوابن. تو شبها و تعطیلات موقعیتایی که داشتیم همش تو ذهنم بود، برای من بیشتر از هر چیزی، چون 37 سالم بود. اینطور فکر میکردم که این آخرین شانس من بود و به نظرم پایان کارم تو بازی‌های اروپایی بود. ولی اینطور نبود. 2 سال بعد او شانس دیگه ای داشت، باز هم مقابل لیورپول، و این بار میلان انتقام گرفت. این فینال دیگه فقط برای ما بردن جام بود. احساس ما این بود، این جام برای ما بود. اون بازی زیبایی نبود، ولی اگه راستشو بگم اصلا مهم نبود. ما فقط میخواستیم که برنده باشیم. ما برای برد برگشته بودیم و این پیروزی برای تیم و برای اشتیاق ما برای رسیدن به هدف بود. خیلی خاص بود، خصوصا چون پایان بازی‌های اروپایی من بود. وقتی پائولو اونجا بود هیچ وقت هیچ کسی بازوبند رو به بازو نبست، نه برای اینکه پائولو با اون دعوا می‌کرد، بلکه به خاطر احترامی بود که همه به اون داشتن. این خیلی مهم بود. ما توی رختکن دلمون براش تنگ میشه. پس فوتبال پائولو به بهترین شکل تموم شد و او در سال 2009 بازنشسته شد و پیراهن شماره 3 میلان هم برای همیشه بایگانی شد. این تقدیر شایسته از یکی از بهترین بازیکنان تاریخ و همچنین سابقه طولانیش در یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهان بود. این بخش مهمی از زندگی منه. من از 10 سالگی بازی در میلان شروع کردم و تا 40 سالگی اینجا بودم. سابقه پدرم هم منو به این باشگاه وصل میکنه. واقعا این باشگاه بخش مهمی از زندگی منه.